پیلارام از هنرمندان مهم معاصر ماست و اگر آقای پیلارام و امثال اون کار نکرده بودن این مکتب به وجود نمی اومد. هنرمند پیشگوست، پیلارام هیچ وقت نمرده. کاش ایشون راجع من صحبت میکرد. خود ایشون یکی از پیشگامان مدرنیسم در ایران هستش. زیبایی شناسی به استتیک کار پیلارام ده. هنرمندان شبیه فرامرز پیلارام مثل یک مظهر بودن، مثل یک چشمه جوشان بودن. در زندگی پیلارام ناآرام و جستجوگر و مرتب در حوزه‌های مختلف حرکت میکنه. شناخت رنگ یکی از مهمترین مسائل بود که پیلارام بهش توجه داشت. پیلارام هم نوعی آورده داره، دست پر آمده به جهان نقاشی. در طول تاریخ هنر ایران هیچ نقاشی رو نداشتیم که به قدرت پیلارام طراحی بکنه. هده من آثار مرحوم پیلارام آثاری هستن که از نقطه نظر زیباشناسی مختص ایرانه. پیلارام کلید تازه‌ای بود بر یکی از قفل‌های وا نشده هنر سرزمین من.